یک مسئله دیگر. خب ببینید مثلا شما میگید که همین گروه ما خودجوش است، طبیعی است، ما با هم آمدیم صحبت که این چیز حاضرم تایید کردید، ولی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر و در بعضی از رسانه‌ها با شما عیب میزنند که شما زیر خب نظارت مقامات مربوطه دولت به میدان آمدید و زیر خب نظارت و نشاندهی آنها کار میکنید. این چیز درست است یا ندرست؟ من یک چیز میگم دوستم، یک چیزی که برای بعضی از همین گروه های عموما گروه ها هست، یک چیزی نفهما هست یا که نفهمایی بین اینها میآید یا هر چیزی که خودشون میخواد همین است که فقط تهمت میزنن یک گروه را. فهمو اونها ما رو میگن که گویا ما فرمایشی باشیم این مراجعت نامه ما و گویا ما زیر فشاری مثلا یک مقامات این کارو کرده است باشیم. این چیز واقعیت ندارد. فهمو این یک دیون که هیچ کس نمیتواند که اگر یک نفر، دو نفر، 5 نفر باشین درست است. فهمو 10,000 نفر رو امکان ندارد که مجبور بفرستد که شما اینجا امضا گذارید یا که مثلا گیریم یک مراجعت نامه. و اگر مجبوری هم باشد وقتی که در نزد همون اتحادیه اروپا میرن یا که سفارت ترکیه یا که امریکا میرن، جوش و خروش جوانان رو میبینی اصلا میفهمی که این چیز یعنی طبیعی است، این چیز اجباری نیست. اکنون اونها تا کجا قبول دارن که بگذار اونها ما را میگن که ما را حکومت تاجیکستان مثال گیریم مجبور میکند که ما این کار گویا کرده ایستاده باشیم. این طرف آیا اونها قبول دارن که من بگم که اما کشورهای ابرقدرت اینها رو استفاده برداشتن؟ اینها یک سلاح دست کشورهای ابرقدرت که واقعا هم دیدگاه من همین است، اما که چون که در همون کشورهای ابرقدرت هستن اینا سلاح همونها هستن. اینها یک آلت هستن که اونها در این پهلوش ما صحبت میکنیم. اما یک چیز مثلا اونا بعضا مثال میزنن که شما مثلا در چاره‌بینی ها و معرکه هایی که مقامات دولتی تشکیل میکنن شما جلب میشه. مثلا بعضی از معرکه هایی که کمیته جوانان مشترکاً با وزارت داخله تشکیل میکرد و در منطقه های گوناگون تاجیکستان همیشه مثلا شخص شما و کسایی که پیروای شما هستن اونجا حضور داشتن. این گونه مثالا میزدن که این مربوط میدانستند به اون که شما مثلا در این گونه چیزا جلب میشین و استفاده میشین. من گفتم که از اول گفتم که گروه ما یعنی گروه جوانان اوانگارد جمهوری تاجیکستان یک گروه قانونی است و ما که همچون زیربنای ولنتیران جمهوری تاجیکستان حسابیده می شود این چیز. و وقتی که ما مثال گیریم فعالیت خودمون را نشان میدیم و ما جانبداری از این سیاست پیش گرفته و صلح‌خواهانه و آبادکارانه پیشوای ملتمون رو میکنیم، وقتی که ما رو دعوت میکنن ما یک گروه رسمی هستیم. اما نه اینکه ما از حکومت هستیم، یک گروه مستقلی هستیم. ما رو دعوت میکنیم، ما شرکت میکنیم. نگاه کن خودی کبیری مثلا رئیس حزب نهضت اسلام بود تا وقتی که گروه مخالفی بود، اما باید ای دولت نبود. درست است؟ نه که یک چیز رسمی بود. در واخوری ها کبیر رو دعوت میکردن، پس اون رو حکومت مجبور میکرد یا که دیگرش اگر ببینید. درست. یا که اینها یک مالی دولت بودن اگر بگیریم. این که در منطق عقل تغییر نمیگیره. این نزاکت قانونی درست. ما رو کمیته زنان هم دعوت کرد، ما شرکت میکنیم در واخوریاش. ما از کمیته زنان که نیستیم دیگه. ما رو کمیته دین در واخوریاش دعوت کرد شرکت میکنیم، یا که وزارت کارهای داخلی یا اینکه کمیته جوانان ورزش و سایر هر نهادی باشد. اما چون سمت فعالیت ما که در آیین‌نامه ما درج کردیم تقریبا در هر یک کمیته ها راست میگیره. اما هر یک بند ما تقریبا وظیفه یک کمیته رو اجرا میکنه. برای اجرا کردن به عنوان مثال یکی از بندها و هدفهای گروه اوانگارد مبارزه بر علیه گروه‌های افراطی و ارتجاعی تروریستی است. مبارزه یعنی زیر مفهوم مبارزه شما چی رو در نظر دارید؟ یعنی مبارزه سلاح، نه مبارزه ایدئولوژی، مبارزه چی؟ نه ما فقط مبارزه ایدئولوژی میبریم بر شکل مبارزه پیشگیری از جوانان گروه‌های افراطی است. یعنی از پیوستن جوانان با گروه‌های افراطی ما پیشگیری. خب بسیار اقدام خوب است. من فکر می‌کنم که تقریبا ما این کار همه چیزا می‌خواد که جوانان افراطی نشوند، جوانان نروند دنبال مثلا سازمان و گروه‌هایی که هدفشون نامعلوم است که اونا را کی مبلغ گذاری میکنه برای کی میجنگند، بلکه اونا بیشتر پای علم، دانش، معرفت بروند برای آبادی شخصی خودشان، برای آبادی جامعه تلاش کنند. اما یک مسئله دیگر،
مثلا خب تاجیکستان بر اساس قانون اساسی یک کشور دموکراتی عنوان شده است. عنوان شده است، نه علاقه دیگه کشور دموکراتی ثبت شده. خب حالی من گفتنی دارم عنوان شده است. یکی از شرط های جامعه دموکراتی این امکانیت دادن به موقع است. بله بله. به موقع و اظهار موقع به اظهار عقیده. بله بله. که با نام پلورالیسم شناخته می شود در بحث های علمی. آزادی بیان. خب در ما گوناگون اندیشی سیاسی میگن. بله. خب بعضی از برادرای همزبان ما در ایران افغانستان اینو با نام کثرت‌گرایی سیاسی تلقی میکنن. یعنی همون امکانیت دادن برای اظهار موقع. بله بله. نوبسته از آن که این موقع سیاسی شما، موضع‌گیری سیاسی شما با موقع حاکمیت اجرایی مطابقت میکنه یا نه. درست. مهم این است که مخالف به قانون نباشد، مخالف به منفعت‌های ملت و دولت نباشد. بله بله. خب از این نقطه نظر مثلا شما فکر میکنید که همین گونه یک شرایط در تاجیکستان وجود دارد که همین موقع ها اظهار کرده شوند و امکان نباشد که مثلا مخالفین بروند در بیرون و این کارا را در بیرون بکنند، در خارج کشور بکنند؟ گوش کن دوستم، اگر در تاجیکستان شرایط نباشد اویدی یعنی آزادی بیان که عموما همین موقع گیری های عموما آزادی فکر، آزادی اندیشه اگر نباشد، من باور دارم که حاضر من و شما همچون جوان در اینجا آزادانه مسائل مثلا دولتی یا که سیاسی دولتی رو بررسی کرده نمیتوانیم. اما نمیتوانیم. و این حرفایی که شما میزنید و این سوالهایی که شما میدهید فهمو با من، این خودش نشانگر این است که تاجیکستان چه به آزادی بیان، فهمو آزادی موقع، آزادی مفکوره چه است احترام قائل است. فهمو وجودیت حزب‌های سیاسی، فهمو وجودیت رسانه‌های خبری که تقریبا هر روزه خبرهای مثال گیریم انتقادآمیز، فهمو که مخالفت با قانونگذاری نمی‌کند اما با بعضی مثلا کمبودی‌های جامعه مثال گیریم چی گیرم ایراد میگیرید، فهمو این خودش معنای این رو دارد که چی است تاجیکستان علاقه به آزادی بیان، آزادی فکر چی احترام قائل است. اما اون گروه‌هایی که سوال میدم این مربوط به همین گپ شما باشد، این که من و شما مثلا در روی مسائل سیاسی صحبت میکنیم این خودش یک نوع نشانه آزادی بیان است. بله. اما یک نوع نشانه آزادی بیان علاقه نشانه بله واقعا آزادی بیان هست. سوال است. اما اگر همین گونه امکانات در شکل کلی وجود نمیداشت، مثلا امروز ما در خارج از کشور مخالفین بیرون از نظام را نمیداشتیم. مثلا ببینید شما کشورهای اروپایی را بگیرید، اونایی که ما مثلا اونا را همچون سرچشمه دموکراتی میشناسیم، کشورهای غربی را، امریکا، آلمان، مثلا انگلستان، فرانسه، اینها در خارج از کشور اپوزیسیون بیرون از نظام ندارن. اما کشورهایی که تازه به دموکراتی رسیدن، مثلا کشورهای آسیای مرکزی، بعضی اون کشورهای پسا شوروی، اینها در بیرون از نظام، یعنی سیستم نه اپوزیسیون میگن در شکل روسیش، اپوزیسیون بیرون از نظام داریم. تاجیکستان تقریبا تا چند سال پیش همین گونه اپوزیسیون بیرون از نظام را نداشت. اما در این چند سال اخیر مثلا گروهی 24 در بیرون از کشور تشکیل شد. خب بعد انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، خب میگن چندین نام گذاشتن که واقعا بین نام هاشون هم آدم راهگو میکنن. بعد اخیراً باز حزب نهضت اسلام با این بعد از اینکه در تاجیکستان ممنوع اعلان شد و تروریستی اعتراف شد، باز به همین اپوزیسیون بیرون از نظام پیوست. و از نگاه علمی میگن که وقتی که شرایط و همین کثرت‌گرایی سیاسی یا همین آزاداندیشی سیاسی در داخل فراهم نیست، این اپوزیسیون در بیرون به وجود می آید. من از این نقطه نظر میگم. این که شما میگید در کشورهای ابرقدرت گروه‌های مخالفین یا که اپوزیسیونی بیرون از کشور ندارن، این درست است. اما امریکا هم دارد
با خودش گروهایی که گروهایی که یک کس نیم کس مثلا اعتراض میکنه این یک کس اینا که ما که گروه نیستن دیگر فهمو اتحاد اروپا این ژورنالیست که نامش از در ذهنم نیست الکی از در خودی همون یک پاسالسوی یکی از پاسالسوی خارجی در خودی هم کشور پناهندگی خواسته است یک خبرنگاری اتحاد اروپا اگر خبر شما که خبرنگار هستی که حتما خبر دارید نامش رو حتما در ذهنم زدم من میگم این هست اما هیچ کشور بدون اپوزیسیون شده نمیتونه اپوزیسیون دارن در داخل بیرون از نظام هم اپوزیسیون داخلی دارن و هم اپوزیسیون بیرونی مثلا عادتا طبیعتا ما مثلا اعتراض همین اپوزیسیون اونا رو نمیبینیم من یک چیز میگم شما همچون خبرنگار فهمو همچون خبرنگار میرویم فهمو نزد خانه های همون کسانی که حاضر در تاجیکستان فهمو اونها اپوزیسیون بیرون از کشور شدن به نام گروه 24 اعضای گروه 24 یا که حزب نهضت یا که اون دادا جان عطاالایف و نیروهای سازنده تاجیکستان اول یک چیز میگم اینا همگی 6 7 نفر هستن اما قدر زیاد نیستن اما اون قدر زیاد نیستن درست به نام گذاشتگی اتحادی همون انجمن نیروهای سازنده هم یک آدم است اما نهضت اسلام هم یک از گروه 24 هم یک آدم است همین گروه 24 رو من معتقد بر این هستم و ما این اندیشه من است که این تأسیسش یعنی مؤسس گروه 24 نهضت اسلام است اگر برای اثبات دلیل خواهید مثلا نوردین رضایی فرزند محمد سعید رضایی یکی از راهبران کلان حزب نهضت اسلامی هست اما تأسیس دهندگان همین گروه هستند اینا همش یک گروه هستند فقط برای نام کلان کردن اینا 5 6 نفر هستند اکنون اینها چی گونه شدن فهمو چی گونه اپوزیسیونی بیرون از کشور شدن اینا چرا اینها فهمو شما میگین که گویا محدودیت ها است محدودیت های آزادی بیان است فلان اینها بعد عادتا تحقیق کنیم همه اینهایی که حاضر در تاجیکستان خود در بیرون از کشور خودشون رو اپوزیسیون بیرون از کشور گرفته هستند و مبارزه میبرند بر ضد حکومت تاجیکستان فهمو اینها بعد از صادر کردن یک جنایت فرار میکنن بعداً خودشون آزادی خواه میگن فهمو دموکراتی خواه میگن همه اینها یک جنایتی دارن اما همه اینها یک جنایتی دارن همون تأسیس دهنده گروه 24 هم پول دولت دزدیده است عبدالملک عبدالله جانوف که چند میلیون دلار تاجیکستان رو دزدیده است دادا جان عطاالایف که به ملت خیانت کرد که گرفت رفت فهمو یا که حزب نهضت اسلام محیدین کبیری که تا چند سال پیش آزادی بیان باوی بود اما بعد از اینکه اثبات کردن که در جنایت‌های ماه سپتامبر که خودی چندین نفر رو به گناه ریختن اما فرار کرد قبلا فرار کرده بود از اونجا راهنمایی میکرد یک ایده از اعضایشون اونجا بود یک ایده دیگه همینجا موند بعد از اینکه اثبات کردن سود جمهوری تاجیکستان که اینها در این کار دست داشتن بعد از اونجا اپوزیسیون یعنی بیرون شدن اما این علت دارد علتشون همون بیماری خودشون است که قبلا جنایت میکنن و به خاطر چه بیماری دارن؟ من گفتم که بیماریشون همین است که به خاطر پوشاندن جنایت های خودشون دموکراتی خواه میگن اگر من باور اصلا اون دموکراتی را قبول ندارم این طرف فکرم وجود دارد که اینها با آن که مثلا دگراندیش بودن مخالف حکومت بودن بله برای همین موقعشون به اینها جنایت بار شد و اینها مجبور شدن که برای چی میگن حفظ خودشون از کشور فرار کنن اونا این گونه پاسخ داره در این مورد چی میشه؟ تشکر زیاد نگاه کن خیلی هم اندیشه خوب گفتید و چی چیز به شما مثال گیریم اجازت داد که شما حاضر به من سوال دادید که احتمال دارد که گویا حکومت همین جنایت رو در کله اونها گویا بار کرده باشد اما حکومت نه البته مقامات درست خیلی مقامات این گناه رو در کله اونها بار کرده است این نشانگر این است که ما آزادی بیان داریم که شما این جرأت را کرده گفته است اگر حکومت ما واقعا محدودیت میگذاشت و گویا به قول اونها دیکتاتور میبود الکی یک خبرنگاری اما یک خبرنگار مستقل جرأت این سوال کردن را نداشت مستقل اکنون اگر بار کرده باشد مرحمت بیان اثبات کنن اما مرحمت بیان اثبات کنن که ما بیگناه هستیم من باز میگم من باز تکرار میکنم اگر اونها معتقد به دین هستن
اگر اینها مجبور کرده باشن گویا بار کرده باشن اونها بیگناه باشن، اگر اینها رفتن حتما پاداش موافق اعتقادی دین اسلام در قیامت میگیرن و کسی که اگر به اینها ظلم کرده باشه حتما روز قیامت جوابگو هستن. درست است، این گپ درست است. اما فهمو بهتر این است اگر اونها شعور داشته باشند وقتی که جنایت کردن باید مردانوار بیان در نزد قانون و جنایت خودشون جواب بگن. اما اگر ناموس ملی داشته باشند، وطن رو دوست داشته باشند که همه جوانان، همه نسل ملت، همه اونها رو میگن که این کارو نکنید، ما شما رو نمیخوایم، که اونها مجبورن خودشون مردمی گرفته هستن و 6 7 نفر خودشون مردمی میگن، مردم میگن ما شما بذاریم، اونها میگن که ما گویا مردمی هستیم. اگر اونها مردمی باشن و ما شعور ملی داشته باشن، نزد سفارتخانه های کشورهای ابرقدرت برای تحریم مثلا اقتصادی که اعلان کرده گویا هر روزه در میکوبن و برای روپوش کردن جنایت خودشون که تاجیکستان تحریم کنن، تحریم برای کی میشه؟ ضرر کی میبینن؟ مردم بیچاره ضرر میبینن. اگر اونها مردم رو دوست داشته باشن، زندان های تاجیکستان را اما بالاتر از اون قصرهای کشورهای ابرقدرت میبرن. البته این بستگی دارد به شخصیت اونها، به موقع اونها که اونها تا چی اندازه خودشون گناهگار میحسابند، تا چی اندازه اونها مثلا خودشون جنایتکار میدونند و اینکه میرن پیش دفترهای سفارت‌ها و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی. خب اینم فکر میکنم که اونا ممکن از امکاناتایی که حقوق بین‌الملل داده است از اون میخوان استفاده کنن. خب به هر حال ما و شما دیر یا زود شاهد این میشویم که اینا تا کدام اندازه گناهگار هستند یا نیستند. بله بله. خب خصوصا یک کسی که در خود مثلا با همین حکومت تاجیکستان مخالفت پیدا کنه و اونم اگر در بیرون خب بالاش صدا بلند کنه، شما به این که مثلا سابقه جنایت داشته باشه شما علیه اون باز مثلا بلند میشید یا نه؟ سوالتون خوبتر نفهمیدم. یعنی سوالی که مثلا یک کس مثلا در لندن، مثلا در انگلستان یک کسی مثلا یک 20 نفر پیدا میشن میگن که ما در اروپا آمدیم دیدیم که دموکرات چیست، آزادی چیست، این چیزها و این با واقعیت تاجیکستان قیاس کردیم، دیدیم که این حکومت ما یک حکومت دموکرات مآب نیست، آزاداندیش نیست. ما خود را از همین روز مخالف همین حکومت اعلان میکنیم. بله بله. اینا مثلا در تاجیکستان سابقه جنایت نداشتن، هیچی ندارن. بله بله. شما با همینا هم باز مثلا مخالف میشین یا که مثلا این را شما یا همچون یک نشانه جمهوری دموکراتیک قبول میکنید؟ من یک چیز میگم، گویا مثلا سابقه جنایتی نداشته باشن در اونجا یک گروه گویا به ضد حکومت تاجیکستان تصور میکنیم. بله تصور میکنیم که برآمد. ما هیچ طرفداری نیستیم که همین گروه ها پیدا شه، ما تصور کردیم. بله برای سوا. بله. موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فهمو تأسیس حزب‌های سیاسی، حزب مخالفین، گروه مخالفین گویا ما نگاه میکنیم. من راستی سوال میتونم که یعنی یک پوشیده هست و ما معلوم نیست. اگر برآمد فهمو ما نگاه میکنیم موقع اونها، حرف اونها تا کجا صحیح است و اندیشه اونها تا کجا نادرست است. ما اندیشه خودمون رو همچون گروهی جوانان میگیم بر ضد اون گروه باشد یا که به طرف اون گروه باشد اعلان میکنیم. اگر اونها واقعا منفعت ملی را خواهند، یک چیز است، کسی اگر منفعت ملی را خواهد چرا میرد از بیرون و از خانه همسایه به خانه خودش سنگ میزند؟ بیا در داخل کشور با مانند حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان، حزب کمونیستی تاجیکستان، بیا در داخل کشور فعالیت های مخالفی خودتون رو ادامه دادن گیرید. البته این بحثی مخالفت و مخالفین یک بحث بسیار کلان است که این تقریبا در همه گونه دولت ها وجود داشت و وجود داره. بله بله. و وجود می داشته باشه، چون که این طبیعت انسانی است. بله. انسان نه همیشه به همه چیزی که هست با نحوه مثبت مناسبت میکنه. من از چیزی مخالفت میکنم، این گپ درست، اما مهم این است که ما همین زمینه های مخالفت درست شناسایی کنیم و با همون در اساس شناسایی درست مناسبت شود که جامعه ما، کشور ما ضرر نبینه. بله بله. و آبادی را که ما میخواهیم به همان برسیم. بله بله. اما با عنوان سوال آخرین یا یک سوال پیش سوال آخرین و شما که شما مثلا خود را از جانبداران حکومت تاجیکستان و خصوصا رئیس جمهور تاجیکستان محترم امالی رحمان اعلام
کردید و میکنید. بله بله. به نظر شما شرایط موجود امروز تاجیکستان شما را قانع میکند و همین امکانیتی که ما داریم اینا یک امکانیت های لازم و خوب با عنوان امکانیت های عصر 21 هستن یا نیست؟ من همچون جوان شرایط هایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و ما در یک مدت به نهایت کوتاه که این هم 25 ساله است اما برای ما جوانان اما عموما برای مردم مهیا کرده است واقعا شکرگزاری میکنم. اگر من بگم که نه من مرا قانع نمیکند اما من ناشکری میکنم. اما هر کی میگه شاعر میگه شکر نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما ما شکر میکنیم اما در هیچ دور و زمان فهمو هیچ انسان فهمو گفتی گپا خواهشات خودش قانع کننده نمیشد. اگر طبیعتا نفس رو اگر ما به نفس تکیه کنیم هیچ نفس امکان سیرشوی نداره. اما بر عقل نگاه کنیم و نفس رو پایان میبریم و همه شرایط برای من هست. این بحث ما میتونه که بسیار طول کشه این صحبت ما. اما ما اون چیزایی که میخواستیم گفتیم. مثلا ما خواستیم که با این بحث به شما امکانیت بدیم که شما در یک منبر رسمی در یک رسانه بید موقع خودتون مثلا در برابر با کسایی که مخالفت دارید گفته باشید. مثلا ما هم چند ساله که خواننده ها و استفاده برنده های اطلاعات ما از ما کرده بودن که از شما میخواستن معلوم کنن این سوالا رو هم دادیم و من فکر میکنم یک صحبت خوب داشتیم. سلام باشه. اما مثلا یک چیز مثلا اگر از مثلا در همین پرده نوار ما به شما امکانیت داده شود که به همین گروه ها یک مراجعه داشته باشین در حجم یک جمله شما چی گفتن میخواین به همین مخالفینی که شما با اونا مخالفت دارید؟ پیام من به شما بنام گویا مخالفین حکومت این است که خاک با خار آلوده تاجیکستان را بالاتر از همه قصر و شرایط هایی که خارجی ها برای شما مهیا میکنن بالاتر از آنها بدانید. خب سلامت باشید. زنده باشید احمد خوجا. من فکر میکنم که ما از هر راهی که تلاش میکنیم و نمیکنیم باید برای یک مقصد عالی برای آبادی تاجیکستان برای امنیت و صلح و ثبات کشور تلاش کنیم و با همین نیت ها ما دست یکدیگر را میفشاریم که همگی از همین مقصد ها پیروی کنیم. زنده باشید. سلامت باشید.